از این بر میوت که اومدی؟ ایاز احتیاط شو. ایاز در قفویت است. خوش آمدی جوانی احمق، جوانی بدبخت. نگاه کن چه خیلی دختری دوست داشته تو را به پایش آورد. هرگز از سرت میپرانم. سلاح را پرتو لعنت خدا بر تو باد. جانان دخترم، اول دلی او را یافتی، بعدم به اینجا آوردی، حالا باشد گریه میکنی؟ آخر این را چه خیلی فهمم دخترم؟ نه دروغ میگوید ایاز. قسم میخورم که دروغ میگوید. کی به تو گفت که ایاز رو به اینجا دعوت کردم؟ ای پیک یا کی طریق؟ بگو. آرام ایازی بدبخت، زنها را دیدی؟ خوبتر شناس. تو حالا کودک هستی نمیدانی. اینها اول دل و جگرت را میخورند، بعد گریه میکنند. این اشک تیمساح است. ایاز به او باور نکن. قسم میخورم که دروغ میگوید. تو شیطان هستی، شیطان. گم شو. دستت را گیر. یک قدمی دیگر گذار، یک قدمی دیگر. این کار را نکن. این دفعه او را دستگیر کرده میگی؟ دستگیر کرده. ناممکن است. ایاز دادرم. به او دست نرسان. میدونی که تو بسیار خنده آور هستی. تا حال او را محافظت میکنی؟ ایاز التماس نرو. التماس به نزد جانان نرو ایاز. اکنون راه گرد میرویم. او را به کجا میبری؟ با او کاردار نشو حیوان. بسیار لقیدی. من همت رزیل ایستا، تو را میکشم. خدایا یاری ده به من راه نشان ده. ظفر بیار ضربه خوب. ظفر او را سرده. با این من و یگیت مشغول میشویم. تو باشی این را گرفته به خانه اش ببر. احتیاط شو که به پلیس خبر ندی. او را سرده. به اینجا بیا. سرده مرا سرده. یوریده. راه گرد. سوار شو. بشین. ماشین را به کار درار. گید کمی با این بی‌ناموس مشغول شویم. خدایا تولا میکنم که دیر نکنم. تولا میکنم. تو چی درد داری؟ از من چی میخواهی؟ آرام شو جوان. از من چی میخواهی گفتم؟ گپ را نمیفهمی حیوان؟ آرام شو گفتم. دستی حرامت را بگیر. با من دست نرسان. مرا عصبی میکنی. من حاضر تو را میکشم. یکی تو چی کار میکنی؟ این چه ماشین راندن است؟ از پیش گربه برآمد. نخواستم که پخشش کنم. حاضر میگفتم گربه‌ات را.
ماشین را درست ران. ببخشید جناب. خدایا در اینجا چی شده است؟ ایاز اینها در کجا باشند؟ با کجا می رویم جناب؟ این راه در یادی من نیست. البته یادت نمی آید. برای آن که از این پیش باری به اینجا نآمده ای، اینجا مکانی است که مهمانان مخصوص را پیشواز می گیریم. انا همین طور ایاز بدان که تو را به جای خوب می بریم. برایت خوب است. کمتر پس در طرف راست دار. اینجا بیا ناجینس. و مهمان خانه بیا راهگرد. همش تمام شد کلیش دهم. راهگرد. زود این را بره. بدرون. خوش آمده ایگید. آرام شو. ما نظارت کردیم و این منطقه به خطر است. تشکر. راهگرد. زودتر. دختر زیبایم بر وقت آمده. تو چگونه انسان هستی؟ ذره وجدان و رحم نداری؟ تو چه ها میگویی ای دختر؟ اول این که حدت را بدان. من حدم رو میدونم، خواطر نشو. اما تو انسان شده میتوانی اینش رو نمیدونم. آیدی ایاز تو خبر کشیدی؟ بگو جایش رو تو گفتی؟ اگر جانان مرا قبول نکند چی؟ اگر گپ زدن نخواهد؟ سواش جان خواطر نشو. من حل میکنم. آخر جانان از گپم نمیگذره. با این زیبایی نگاه کن. این معصومی را ببین. با چشمانم نگاه کن. کی چون این چشمان رو داره؟ او را راضی میکنم. رفتیم. چرا این خیر کردی؟ بگو چرا؟ اگر با ایاز یگان چیز شود سبب گورش تو هستی. اگر ذره ضرر بیاد بس است. تو که ایاز است دل و جگر ما را خون کردی. ناموسمان را زیر پا کردی و پیش مردم ما را شرمنده کردی. دخترم میدونی تو فاتحه شده ای. فهمیدی؟ فاتحه با جایی که شرم و حیا کنی تو باشی با آن جوانی بدبخت، با آن ایازی بدبخت در گلبشی و هر کجا وا میخوری. باز به نزد من آمده درس انسان بودن را میدهی. تو باره با خودت نگاه کن. مادامی که آن بدبخت را بسیار دوست میداشتی چرا نگریختی؟ برای چی با سوش آیله دار میشوم گفته یک روی کردیم؟ برای چی؟ جواب ده. برای چی؟ برای ایاز، به خاطر حیاتی ایاز. تو فکر میکنی که من پروای سوش را دارم؟ من برای آن راضی شدم که کلیچ ایاز را نکشد. با پسرش آیله دار شده جانی ایاز را نجات دادم. اما شما عشق پاک را از کجا هم میفهمید؟ من تنها ایاز را دوست داشتم. فهمیدی؟ ایاز را دوست داشتم. سواش پسرم خوش آمدی. منو جانان را تنها گذارید.
اما وای چی تنها گذارت گفتم. فهمو رفتیم پسرم. ای جوانی بدبخت، چی گفتن؟ یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر در دستی ملخک. تو چی کار کردی؟ دیدی که تو هم به دستم افتادی. بیناموسی لعنتی. چی گفتی؟ بیناموسی لعنتی گفتم. مرا گوش کن حیوان. هنگامی با تو تمام کردن کارم زبانت را میبرم. التجا میکنی که مرا بکش، اما آوازت نمیبراید. میدونی قلیش دهم از تو ذره ترس ندارم. برای همین نمایشات را یک سو گذار، مثل مسخره باز میشوی. این هم خنداور است ها؟ خنداور است ها؟ گوش کن جوانی بدبخت، امروز در اینجا مانندی بلبل میسرایی مرا فهمیدی؟ امروز میگویی که کی به تحسین کلاهلو حجت ها را دسترس میکند، کی یاری میدهد؟ نمیدونم. من چیزی را نمیدونم. مگر من دیوانه هستم؟ ها؟ به من نگاه کن. از وقتی که تو به نزد تحسین رفتی کسی با ما نغمه میکند. حجت هایی که او در دست دارد تو دسترس کرده ای. با کی همکاری میکنی؟ بگو. من با کسی همکاری نمیکنم. ها، همین خیل. این خیل کی باشد؟ چه خیلی که گفتند گنجش را کی کشد پستاب. خب خودت میدانی مال از آنی توست دیگی جان، گوشت و استخوانش از آنی توست. چیزی که خواهی همش را بکن. تنها این را استفاده نکن، به این شود. اینها را استفاده میکنی. فهمیدی؟ حالا باشد. مرحمت، صحنه از آن شماست. سوش گوش کن. شنیده هایم همش دروغ است و میدونم که تو برای غمگین کردنی من گفتی. تو مرا دوست میداری، سخت دوست میداری. حالا باشد حقیقت را بگو. با من بگو که تو رو دوست میدارم. تو رو دوست نمیدارم و هیچگاه دوست نمیداشتم. من تنها ایاز رو دوست میدارم. فهمیدی؟ ایاز رو. خیر، تمام. عذر میخواهم. این خیل شدنش رو نمیخواستم. عذر میخوایی؟ عذر میخوایی؟ مگر تنها با یک عذر همه چیز خوب میشود؟ مگر با یک عذر من تو رو از دلم برآوردم میتوانم؟ برای تو همه کار را کردم، سالها باز میکنم و از آوان کودکی هم تنها تو را دوست داشتم. مردنی وار دوست داشتم، مردنی وار. میفهمی؟ سوش، من بعد همه چیز رو میدونی. از دستی من یگان کار نمی آید. من تنها یک چیز را میدونم که تو با من نیرنگ کردی، مسخره کردی. مگر این همه اینقدر آسان است؟
саваш мутаассифона ҳамин хел аст. аммо ба ин шумо сабаб шудед. ин гуноҳи шумост. ман ин бозиро давом дода наметавонам. ба охир расид. фаҳмидӣ? ба охир то ман тамом нагӯям, тамом нахоҳад шуд. تو حال مرا دوست می‌داری. بگو که مرا دوست می‌داری. مرا عذاب می‌دهی. سرده. با من جواب ده و دوست داشتنت را بگو. جواب ده. سرده گفتم. سرده. دوست می‌دارم بگو زود. مرا عذاب می‌دهی. سرده. پدر؟ در خانه چی گپ است؟ جانان. دروغ گفتم بگو و تو را دوست می‌دارم بگو. بگو. دستم درد کرد. سرده. در اینجا چی گپ است؟ پدر. تو رخصن هستی؟ چی کار میکنی؟ تو یک طرفیست و دخالت نکن. اگر بار دیگر به دخترم دست رسانی تو را میکشم. فهمیدی؟ از خانم دفع شو. جانان این کار در اینجا به آخر نمیرسد. با تو میگویم که به آخر نمیرسد. در اینجا چی گپ شد جانان؟ حیاتم بین جوان‌ها چنین مناقشه می شود و نباید اهمیتی بسیار ده. همین خیل نیست؟ تو چرا به افا یاری نمیدی؟ با دهانی سواش نخواد دموش زده نمیتوانی. پدر جان یک لحظه مرا گوش کن. بس کن بس. توف به تو انسان. سر کن یگید. قرصک را انتظاری. ها؟ یا اینکه پیر شدی؟ یگید پسرم تا سحر تو را انتظار شده نمیتوانم. کارت را آغاز کن زود. چی شد؟ میترسی که بعدا حساب رو برابر میکنم جناب یگیت؟ چرا زدن نمیتونی؟ چی رو انتظار هستی؟ نه؟ بزن آخر ترسانچک. چرا از عهده ای کار نمیبروی؟ جناب خلیج آدمی باوری ناکترینت همین است؟ این حتی مورچه رو هم کشته نمیتواند. تو چی ها میگویی؟ نه با این کار پیش نمی رود. خودت بیا زودتر بیا آغاز کنیم. بیا آخر. مایلش گبزن حجت ها را از که گرفتی؟ تو را نکشم. گبزن من چیزی را نمیدونم. گبزن یک بار دیگر گبزن بسیار جانان خوب هستی؟ خوبم. کلیج دهن بدم گرفتار کرده ایاز رو برد. در آنجا چی گپ شد؟ همه چیز رو با من نقل کن جانان. همه چیز رو نقل کن. ناگهان پیدا شده با سلاح سرش را به نشان گرفته برد. فهمو ولی به کجا بردنشان را میدانی؟ جانان این بسیار مهم است. خوب فکر کن. من یگان چیز رو نمیدونم و یگان چیز رو در یاد ندارم. همش در یک ثانیه عملی شد. یک آدمی وی مرا به خانه آورد و فهمو آرام شو. من حتما ایاز رو پیدا میکنم. حالا باشد تو به خانه رو. وقتی که یگان خبر شنوم زود به تو زنگ میزنم. نه من هم میروم. اینجا آرام نشستن نمیتوانم. تو در جای من میبودی چی کار میکردی؟ خودت را به جای من گذار التماس. جانان تو رو همراه خود گرفته نمیتوانم. جانان
гап зан ҳуҷҷатҳоро аз кӣ гирифтӣ? гап зан! Эй баша, гап зан, то ки халос шавӣ. наздик биё, наздик биё, ба гӯшат мегӯям. ғамгин нашав ака, ғамгин нашав. зан, раҳм накун. агар назани, на ту ва на ман аз инҷо зинда намебароем. ба ҳурмати худо бизан, илтимос. чӣ шуд? ки буданашро гуфт? то саҳар заним ҳам гап намезадааст. ба қавли худаш масхара мекунад. корро кашон. гап зан, лаънатӣ набошад туро мекушам. ором шавед. гап заданаш ҳам қариб шудааст. каме пас гап мезанад. аз гап задан метарсад, барои ҳамин мехоҳад ки паронед. агар кушед, хоҳишашро иҷро мекунед. гӯш кун йигит, ин сагро ягон коре кун то гап занад, вагарна мекушамаш. тоқатам тоқ шуд. ҳамин ҷост. инҷо яке аз ҷойҳои махфии житем аст, аммо намедонам ки дар ин ҷо ҳастанд ё не. пас биё бубинем. не ҷонон, то дар даруни мошин бишин. ман ҳам рафтан мехоҳам, апай гул. намешавад ҷонон. агар туро бубинанд, сари ҳардуямон ба бало гирифтор мешавад. гӯш кун, агар чизе ки шавад, аз мошин напаро. маро фаҳмидӣ? фаҳмом. марҳамат. ташаккур духтарам. ягон эҳтиёҷ дорӣ? худоро шукр ҷаноб, ба чизе ниёз надорам. агар эҳтиёҷе дошта бошӣ, ҳатман бигӯ. худо аз шумо розӣ бошад. ташаккур. саломат бош духтарам. о, хуштаъм аст. писарам тинҷ аст. ин духтар кист? напурсидамак. ин бечора ҳам қишлоқи дарвеш аст. ба сараш чӣ мусибате омадааст? ҳамин тавр ба даргоҳи мо омадааст. ба ин ҷо меояд, тоза мекунад, табақҳоро мешӯяд. инчунин мо барояш дар ҳуҷра кате додем, то ёфтани ҷои муносиб истиқомат мекунад. кори хуб кардаӣ фарзандам. аслан дар маҳаллаамон як духтаре аст, касе надорад, бечора. ӯ ба ятиме соҳиб шуда апагӣ мекунад. бошад, агар муносиб донӣ, ман бо он духтар суҳбат кунам. агар розӣ шавад, ин духтарро дар он хона ҷой кунем. чӣ мегӯӣ? мешавад? наход нашавад амак. бисёр хуб мешавад. шумо бо он духтарак суҳбат кунед, ман иҷорапулиашро медиҳам. инчунин онҳо ҳамроҳ шаванд, бисёр хуб мешавад. бале, бале, хуб мешавад, хуб мешавад. раиса маро ҷиғ задаед? бояд ягон кор кунем башир. ҷосуси парвиз барвақт ба назди таҳсин ҷой шудааст. агар ӯро огоҳ накунем, таҳсин кулоғлӯро ба охир мерасонанд. ба ин роҳ намедиҳем. фаҳмо хонам, аммо мо чӣ кор ҳам мекунем? маро зуд ба назди таҳсин бубар. ман худам бо ова мехӯрам. бадом гирифтор нашуда бояд аз он ҷосус халос хӯрад. ин хатарнок аст хонум. тариқи телефон гӯя чӣ? не, намешавад. шояд телефонро гӯш кунанд. ман бояд худам вохӯрам. ту рафта зуд мошинро биёр ва ман тайёр шуда меоям. рав. хуб шудааст. хоҳарам, чой ҳаст? албатта, ҳозирак чой дам кардам. вай, дар назди ҷаноби таҳсин як марде буд, пурнур. ӯ худ кист? ҷаноби сарроф барои таҳсин ҳам ака, ҳам падар ва ҳам дӯсти наздик аст. хулас ҳама чиз. ин қадар ба ҳам наздиканд? онҳо ҳамдил ҳастанд. давомашро ту худат бифаҳм. фаҳмидам. дарвеш, ҷаноби таҳсин туро мепурсам. омадам.
дар он даромадам. амалиётро оғоз кунед. имшаб ба кор шурӯъ мекунем. бисёр хуб, ба ҷаноби Парвиз мерасонем. تو در اینجا انتظار شو باشیر که باز دقت جلب نکنیم. خوب شده است خانم، با دقت باشید. این زن کی بود؟ ستاره‌اش با چشمان گرم می‌نماید. درار. برار. با تحسین حجت ها را کی داد؟ نمیدونم. درار. برار. با کی همکاری میکنی ها؟ نمیدونم. گفتم که نمیدونم. درار. چرا انتظار هستی یکی؟ سرش را به آب درار. جناب برورم، آخر میمیرد. روز همه ما میمیریم. ایاز، 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 کی گفت که سرش را از آب برده؟ جناب آخر میمیرد و اگر بمیرد تمامی کوشش هایمان بیهوده میشود. کی به ما نیران کرده است نافهمیده میمونیم. نول 63 از 472 توقف من از ماشین را رانید. چی شد خانم؟ آدمان پرویز در همین جا و عملیات بر وقت سر شده است. دیر کردیم بشیر.
این دخترک بیاز نیست؟ خدایا توبه تینچی باشد. дар куҷои акай аяз то ҳол мактубамро нагирифтӣ? чанд рӯз боз шуморо интизорам. بیاز در این بیوقتی تینجی است دخترم. یگان کس را انتظار هستی؟ бале як дугонаамро интизорам. دخترم برای واخوردن دیگر جای نیافتی؟ در این شب در جایی کمادم آخر دزد و اوباش ها هستند. توبه خدا نگاه دارد دخترم. ҳақ ҳастед амаки сароф. пас ман ба хона меравам. маълум ки дугонаам намеояд. хайр ба шумо шаби хуш. حالا ایست بیاز دخترم. بسیار خوب شد که تو را دیدم. اگر راضی باشی از تو یک چیز را خواهش میکنم. بفرمایید البته. اینطور نگو دخترم. من با تو چیزی نمیفرمایم. گوش کن دخترم. دختری هست که همسالی تو بوده جای زیست ندارد. تو به یاد من آمدی و اگر در خانه جای داشته باشی همراه ایستید. ها؟ چی میگویی؟ اجاره پولیش را میدید؟ نمیشود امک. همین طور. خوب دخترم. سلامت باش. من نخواد از چنین مهمان اجاره پولی گیرم. هرگاهی که خواهد بیاید نوری دیده تاجی سر. سلامت باش دختر جانم. سلامت باش. میلش تو هم در اینجا نیست. شبی خوش دخترم. شبی خوش امک جان. یگید تو هم خور. نمیخورم. ها؟ نمیخورم سیرستان. اگر میخوردی خوب میشد. این جوان را بسیار زدی. بین از تو کوب از سوش رفته است. معلوم است که تو سحر میستی. فکر میکنم که این جوان چیزی را نمیدونه. تو چی میگویی؟ این قدر زدی اگر سگ میبود گپ میزد. بهترش از سرش پرانیم. نه از چشمانش معلوم است که میداند. میداند؟ این خیل باشد باز کمی صبر میکنیم. گل کجا شده؟ حیرانم که چیکار کنم. از برای خدا بیا و با من یاری ده. در اینجا هم نیستند. پس در کجایند اپای گل؟ ایاز رو با کجا بردن؟ نمیدونم. باید یک چند جای دیگر رو نیز ببینم. این خیلی باشد زود رفتیم. آخر چی رو انتظاریم؟ جانم اگر خواهید رو به خانه ببرم. آخر در نزد من بودنت خطرناک است. حیاتت رو به خطر میگذاری. پروایی ندارم. اپا اگر با ایاز یگان چیز شود من زندگی کردن نمیتوانم. التماس رفتیم. اینجا رو تازه کن. یگید کجا می روی؟ با زفر زنگ بزنم که در کجا بودنش را بفهمم. زفر کار دارد. به دیگر جا می رود. به جایت بشی. به این هم با کسی به تماس نبرد. شخصی نامعلومی ما را نظارت و مانند سایه است بینم و بیرون معلومات دادن ممکن است و زنگ زدن هم ممکن است. الو جناب به درویش زنگ زدم جواب نمیدهد. یک گروه آدمان میخواهند به درون درآید. التماس زود بیایید. چی؟ فهما دخترم نترس من زود میآیم. زود بیایید جناب وگرنه در رو میشکنند. در یک اونجا پنهان شو. هرگز نبرو من زود میرسم. خوب جناب التماس شتاب کنید. باور کرد میآید. اکنون
вақте ки ӯ ояд боз ман актёрӣ мекунам, ту бошӣ моро сурат мегирӣ. ними шаб дар торикӣ бо як духтари ҷавон танҳо. акнун ҳама ба ҷои худ. касе хато кунад бо дастони худам мекушам. ای بیدار شو. خروس ها بیدار شدن. سحر شد، تو هم بیدار شو. آوازشان را میشنوی؟ صبح بخیر. اکنون آوازی تو را میشنوی. کی حجت ها را به تحسین داد؟ بگو. نمیدانم و اگر دانم هم به تو چیزی نمیگویم. بگو حیوان. نمیدانم، گفتم که حیوان. تو چی ها میگویی نابکار؟ نمیگفته است. چیخل نمیگویی حیوان؟ زبانت را میکنم. جناب کمی صبر کنید. آخر این جوان همه چیز را میداند. تو به من مانع میشوی. مانع میشوی. جناب شما خطا میکنید. یک طرفی است. دهانت را کشا حیوان، کشا. دهانت را کشا که زبانت را ببرم. اپا در این جایند. چراغ رو دیدی؟ جانان ما با تو آیدی چی صحبت کردیم؟ اپا اجازه ده تو که بیایم شاید فایده هم رسد. با تو نگفتم. با سری چنبرک ماشین بشین و در رو قلف کن. اگر کار با موفقیت عملی نشود زود از اینجا دور شو. مرا شنیدی جانان؟ مایلش. با ماشین سوار شو زود. خدایا به ایاز و اپای گلیاری ده تولو میکنم. دهانت را کشا. کشا. انا همین خیر. جناب آخر این جوان همه چیز را میداند. چرا به من باور نمیکنید؟ اگر داند این حیوان را به گپ درار. این حیوان را به گپ درار. خوب، اما همه به بیرون براید. برای ما تنهایی در کار. اصول جزا را عوض میکنم. گوش کن. اگر خواهی دندانش را بکن، اگر خواهی دیل و گردش را بکن، اما حتما گپ زنان. وگرنه یا زبانی تو را میگیرم یا که از آنی اون را میبرم. مرا فهمیدی؟ این را گیر. همه به بیرون. زود. گبزان! کی به شما یاری میدهد؟ ایاز، دادزن. دادزن. از کی حجت ها را میگیرد؟ گبزن! گبزن! آفرین، او را به گپ درآور. بسیار. صبر کن شیربچه. کمی پس گل می آید و هر دویمون رو خلاص می کند. از اینجا می رویم. هیچ کس نمی آید اکا. می آید ایاز. گل می آید. اکا
کسی اینجا رو نمیدونسته است. گل پیدا میکند. اگر او پیدا نکند من خودم راهی رفتن رو پیدا میکنم. من تو رو به دست این سگ ها نمیگذارم. خلاص میکنم. هر دویمون رو خلاص میکنم. نترس شیر بچه، نترس. من نمیترسم اکا. اینجا تو میترسی. تو میترسی که به خاطر این دعوا مرا از دست میدی. اکا، آخر تو خود گفته بودی که به خاطر این دعوا جانم رو میدیم. همین طور نه؟ ها؟ من راضیم که جانم رو بدیم. اگر لازم آید برای گرفتن جان دادرت تو هم راضی شم. گوش کن اکا، این تنها مسئله من و تو نیست. جناب تحسین، استا خلیل، مادرم و پدرم را فکر کن. برادری اپای گل و ستا را فکر کن. خدا میداند که اینها خونی چند آدمانی بیگناه را ریختند، اما کم مانده است. خیلی کم مانده است اکا. این ترتیبات رو ویران میکنی. کم مانده است. اگر به خاطر این جانی مرا گرفتن لازم آید دستانت نلرزند. اکا، من از تو هزاران بار راضیم اکا. از تو هزاران بار راضیم. ایاز دادرم. اکا، دادرکم. اپا نپانانیم. ما تنها برای گرم شدن در آمدیم. نیتی بد نداریم. برخیزید میرویم. ایستید نروید. در اینجا چقدر که ایستادن خواهید ایستید. در حقیقت اپا خدا از شما راضی شود اپا. سلامت باشید. خدا از شما راضی شود اپا. گوش کن، وقتی تو رو زنم بهوش شو. فهمیدی؟ چی کار کردی؟ یا اینکه این سگ را کشتی؟ نه، نمرده است. از هوش رفت. اما بیدار شود دوام میدهم. تا گپ زدنش دوام میدهم. با پلیس خبر دادم جناب، در راه می آیند. کاری خوب کردی درویش. زودتر ران، زودتر. خدایا، دختر رو نگه دار. اینها کیستن جناب؟ چی میخوان؟ اینها دوستن یا اینکه حیوانن؟ آخر چی میخوان؟ نمیدونم پسرم، نمیدونم. زودتر ران. اوف، کجا شدی ها؟ زود باش. قریب آمدیم جناب، خدا خواهد میرسیم. خدا خواهد درویش، خدا خواهد. آماده شو، می آیند. فهما. داو درویش، داو. خوب شده جناب، می آیم. جناب من سخت ترسیدم.
ҳама ҷойҳои мерафтагиашонро дидем. чӣ хел ҷои дигар нест ҳамин хел. агар лозим бошад ба полис хабар медиҳем. ин тавр ором намеистем. ба назди полис рафта наметавонем. агар равем зуд бо хабар мешаванд. ба тамоми ҷойҳои медонистаам рафтем. тамом шуд. дар ҳақиқат дигар ягон ҷой нест. ба тақдират тандеҳ мегӯӣ. боз як фурсати дигар дорем. келич фикр мекард ки дар байни мо ҷосусе ҳаст. барои ҳамин ҷойҳои навро ҷустуҷӯ мекард. хайр ин хел бошад тамом. рафта он ҷоро ҳам мебинем. ягонтои мо он ҷойро намедонем. он ҷойро махфӣ нигоҳ медошт. ҷонон, хавотир нашав. ба ту ваъда медиҳам ки илоҷе мекунаму он ҷойҳоро пайдо мекунам. иншоллоҳ. сахт тарсидам ҷаноб. гумон кардам ки маро мекушанд. ҳеҷ кор карда натавонистам. худо нигаҳбонад хоҳар. ором шав духтарам. мо омадем, натарс, ба ту зарар намерасонам. ҷаноб, ин одамон чӣ мехоҳанд? чӣ мехоҳанд онҳо? хоҳишашон маълум аст, дарвеш. маълум, аммо худо хоҳад ба мақсадашон намерасанд. ту чӣ хел сурат мегирӣ, а? намебинӣ ки ҳарду боло пӯши сиёҳ пӯшидам? худат намебинӣ? من دلگیر شدم این گیت. برای گپ زناندن او راه دیگری ثمره بخش است. ҷаноб, агар азоби сахт диҳем, ин ҷавон тоб наоварда мемирад. азоби сахт? ба ӯ мояи аҷам менӯшонӣ мегӯед. мояи аҷам? бале, мояи аҷам. این نوشاکی سیستم عصب را زود خراب می کند و سیرهای داشتش را زود فاش می کند. کار 10 دقیقه دوام می کند. ёфта тавонистӣ? илтимос ба ман хабарҳои хуш бидеҳ. бале, хабари хуш дорам. суруғаи се ҷои навро пайдо кардам ва зуд он ҷойҳоро рафта мебинам. маро ҳам бигир, ман ҳам меравам. ҷонон, به این هم به قدر کافی حیاتت رو به خطر گذاشتم. اپا مگر من حیات دارم؟ نخود نفهمی. آخر من در اینجا ایستاده نمیتوانم. التماس. این طور باشد تیار شو. پس از 10 دقیقه به نزدت می آیم جانم. فهمو. انتظارم. جناب، این دارو حالا در سنجش است و چه تاثیرهای علاوه‌ای دارد هنوز نمیدانیم. بسیار خوب. آخر در دستمان یک تا مشت داریم و ما باشیم میسنجیم. شاید فایده اش رسد. وقتی که من آمدم این جوان باید مانندی بلبل سراید. گوش کنید. در اینجا بودن ما را کسی نمیداند و چیزی که شود به من خبر دهید. برای به تماس برآمدن خط 22 را استفاده کنید. فهمیدید؟ خوب شده است جناب. این را بگیر. نباید این خیل شود. من باید تو رو از اینجا برارم دادرم. اما چی خیل؟ چی خیل؟
جانم این خیل به آخر نمیرسد. تا سحر فکر کردم، گفته هایت عصبم را خراب کرد. ایاز گفتن هایت از گوشم دور نمیشد. ای دستم را سرده. این چنین قرار دادم که تو خواهی یا نخواهی هم، دوست داری یا نداری هم، با من آیله دار میشوی. تا دمی که با من آیله دار هستی، در هر نفسی گرفته تو را عذاب میدیم. عذاب. تو چی سفسطه میگویی؟ دستم را سرده. من تو را دوست داشتم، لیکن تو باشی مرا به خاک گور کردی. با آن گور همراه میدرایم، به تو وعده میدهم. حالا باشد به کجایی که خواهی برو. رو آخر جایی برگشتنت قبرمون می شود. خاطر نشو. خوب هستی؟ او به تو چی گفت؟ هیچ چیز نگفت اپا. التماس زودتر رویم. چه شد بشیر؟ فرستادید؟ بله خانم. چه خیلی که گفتید مکتوب به نام به تحسین فرستاده شد. امیدوارم که یگان معما نمی شود. اگر آن مکتوب به تحسین کلاغلو دسترس نشود. با تحسین کلوغلو مکتوب آوردم. و من دهید. نه خواهش کردن که به خودشون رسونم. جناب تحسین اولو در مجلسند. مجلس دیر دوام میکند. هنگام تمام شدن مجلس من خودم به اون میدهم. خدایا توبه که فرستاده است نامعین است. بس است. حالا من کار دارم. بهتر توضیح میکنم. بیار رز. حالا دم گیر. بعدتر لازمت می شود. گوش کنید. قماندان کلیچ امر کرده است که کسی به این شخص نرسد. خدایا توبه. لیفافه را فراموش کردم. البته انسان فراموش خاطر است. فراموش کرده است.
мардум дар азоб аст ҷаноб ва барои гирифтани хонаҳо онҳоро бо зӯрӣ таҳдид мекунанд. аз ин бармеояд ки инҳо авбош ҳастанд. бале, дар маҳалла ҳама шикоят мекунанд ва аз шумо ёрӣ талаб мекунанд. фаҳмо дарвеш, ман ҳатман бо ин машғул мешавам. маро бубахшед ҷаноб. тамом духтарам, гузашт, ғамгин нашав. ҷаноб узр мехоҳам, узри зиёд. ҳоло зуд тоза мекунам. майлаш. узр мехоҳам. ҳеҷ гап нест дарвеш. از این می براید که مایه عجم همین است. اگر این درست باشد سایه را به نزد آفتاب می براریم. احتیاط شو که حالا در زینه سنجش است. حیوانایی که این را نوشیدن یا مردند یا اینکه نقصان دائمی گرفتند. برای همین از 20 میلی لیتر زیاد نده. میدونی آرکچی، من پروایی ندارم. خواه پای سیوم برارد، خواه دست چهارم، اما خواهشی من باید اجرا شود. به این هم سگ را میپرانم. پای سیوم و دست چهارم و این هیچ وقت نداری کلیچ پاشا. اگر تحسین یگان حجت را فاش کند آن وقت تو به دست و پای داشته پدرود میگویی و به این سرت هم داخل است. از این عملیات غیر پرویز تنها شما آگاهی داشته. حالا به من فهمانید این چی شرمندگی است؟ از همش خبر دارد؟ با شرافت من نه، ولی می توانست آگاه شود. برای این به همه کار آماده است. خیر او کیست؟ این را هم به زحمت یابید. اگر خواهید که همکاری من با پرویز ادامه یابد آن زحمت کمی زیاد شود. بلا زند. درگیر زودتر. هجوم میکنن میگریزیم. قماندان با ما هجوم کردن. کی بگو چند نفرن؟ نمیدونم. روباتو جواب ده.
ای سایه ی حیوان، جیگرت را میکنم، جیگرت را. در اینجا هم نیستند. نه، باز دو جای دیگر است. یکی در شمال است و دیگر در جنگل بینم است. یکی رو باید انتخاب کنیم. من نمیدونم اپا، نمیخوام که با سبب من با ایاز یگان چیز شود. تو انتخاب کن التماس. به شمال میرویم. رفتیم. ایاز، دادرم خوب استی؟ چه گپ شده باشه؟ اکا! اکا خوب هستی؟ خوبم ایاز. شیر بچه صبر کن، کم تو رو از اینجا میبرم. گلسوم، من تو رو انتظار بودم. در کجا بودی؟ جناب در آشخانه بعضی کمبودی ها بودن، آنها رو گرفتم. دخترم تو برای چی میروی؟ درویش رو میفرستادیم. هیچ گپ نیست. چیزهایت رو گذار و به حجره بیا، با تو گپ دارم. بیا دخترم بیا، اینجا بشین. کارهای دیروز شده مرا ناراحت کرد. من بعد تو امانت من به حساب میروی. برای همین در اینجا ایستادنت را مناسب نمیدانم. جناب شما برای من اینقدر زحمت کشیدید، نه خود من اینجا ایستم. نه این خیل نمیشود. من از تو خواطر میشوم. تو را با خانه تامین میکنم. خدا از شما راضی باشد. درتان رو سوی من باز کردید. باز با بوسیدنی دست شروع کردی گلسوم؟ در خانه من نه. انا بین صاحب خانه هم آمد. مرحمت، خوش آمدید. خوش باش پسرم. خوش باش. سلام. من بعد با دخترمان بیاز همراه زندگی میکنی. شناس شوید. بیاز گلسوم. سلام. یگی در اینجا چه شد؟ یگی با تو سوال دادم، در اینجا چی شده؟ جناب به ما حمله کردند. آخر کسی در اینجا بودنمون رو نمیداند. کی به شما حمله کرد؟ سیمایش رو ندیدم، همش ناگهان شد. با کجا رفت؟ با کدام طرف رفت؟ نمیدانم،
شاید آمدن شما را دیده گریخته باشند. این همان است که طریق تلفنی به سیما را مسخره کرد. این همان بیناموس است. او در همین جاست. در همین جاست. حس میکنم در همین جاست. حیوان! تو در کجایی؟ مگر برای دیدن رویم جسارت نداری؟ برا بپیشم، برا! بیاز دخترم، اما که صرف گفت است اما قبول نکرده ای. چیزی بسیار نیست، لیکن از تو التماس میکنم این را بگیر. اوه نه، التماس یک روی نکنید. و هم من خوب میدانم که عذاب یتیمی چیست و باز برای من یک دوگانه پیدا شد. این بد است. میلش، اما میخوام به من وعده دهی که هنگامی در کار شدن یگان چیز یکم به نزد من میوی. فهمه؟ خوب وعده میدهم. گلسوم امروز به تو اجازت. چیزهایت را جمع کن، درویش تو را به خانه نود میبرد. هرچی شما فرمایید جناب. مبارک شود. بالای میز بذار. میفرمایم تو را بیمارخانه برم. نه من خوبم جناب، من خوبم. اگر اجازه دهید میخواهم که در اینجا ایستم. نمیشود. آخر تو آدمی قدردانی من هستی. بیمارخانه رو. هرگز از 20 میلی لیتر زیاد نده. باوری داری که همین جا سپه؟ بله، به جای درست آمدیم. اما در اینجا یگان چیز نیست. من دیوانه میشوم. آخران تنها یک جنگل بی نمانده است. ایاز باید در اونجا باشد. اگر دیر کرده باشیم چی؟ رفتیم. وقتی بسیار نداریم جنون. بیا بیدا. جناب از این کار را کردن امین هستید؟ اگر فایده نکند و از گپ زدن ماند چی می شود؟ به غیر از سنجیدن دیگر چاره نداری میگید جان. از پیشم یک طرفی است. آستینش را بالا کنید. محکم داره. آدم بر این داره، وگرنه در شما میسنجم. نمیدانم گفتم کو. چند باری دیگر گویم بهترش مرا پران. ذره ترس ندارم، مرا پران آخر. مرده گپ نمیزنم. فهمیدی؟ وقتی که این مایه به خونت گذشت به مانند بلبل میسرایی، داد زنان میگویی، آن وقت کسی تو را داشته نمیتواند. این کار را نکن. بهترش پران. محکم دارید. مرا پران. پران گفتم.
ноумед нашав ҷонон, дар вақташ мерасем. иншоллоҳ. худоё ба ӯ ёрӣ деҳ. илтиҷо мекунам ёрӣ деҳ. یا معیار دارو را زیادتر کردیم چی میگویی گید؟ این دیوانه را بردارید زود. شالو تو به خود آمدی؟ ها؟ الو جوانی بدبخت به خود آمدی؟ بسیار خوب. خوش مرا شناختی؟ التماس ایاز گپ نزن. التجا میکنم گپ نزن. من کیستم؟ کلیچ. بگو. دان. دیدی یگید فایده کرد. معلوم است که این جوان تا گپ نزند نمیمیرد. او را زود بیمارخانه برید. زود. بسیار خوب. باز این به سرمان آمد. خلاص تو در همین جا میستی. اونقدر هم کلانه ولی یک بلا میکنیم. این خیل نگویید. حجره زیباست. خدا از شما راضی باشد. خدا از تو هم راضی باشد. بیا اکنون تو کمی استراحت کن. من به مغازه رفته می آیم. چند روز باز در خانه نیستم. خوراک هم نیست. فهمو. ای اکنون بگو جناب ایاز، حجت ها را به تحسین کلاغلو کی داده است؟ بگو حجت ها را به تحسین کی داده است؟ نه حیفان گپ زن. حجت ها را به تحسین کی داد؟ بگو چی شد؟ من در کجایم؟ ایاز در کجاست؟ در جای بی خطر است. شاید با مانند بلبل به سراییدن شروع کرده باشد. اکام. اکات؟ اکام داد. اکات کیست حیوان؟ چیکار میکنی؟ سرده مرو! چیکار میکنی؟ سرده مرو! حیوان آخه تو بیکس بودی؟ چقلقه؟ بگو! زود دارو را بیارید. بسیارتر سوزان دارو میزنیم. اکات کیست زمدی؟ بگو اکایی تو کیست؟ دارو را بیار. بمانده انا زود باشه ایاز، زودتر.
اکنون به من نام اکات را بگو. بگو. شعری من. اکای فرهاد. اکای فرهاد. فرهاد کیست حیوان؟ اکات فرهاد کیست؟ میکشم تو را خائن. خائنی اساسی تو هستی به ناموس. مایلش این طور که باشد از اول سر میکنیم. فهمم. به چشمانم نگاه کن. نگاه کرده بگو تو کیستی؟ نام و نسبت را بگو. ایاز گونیال. چه خیل ایاز گونیال؟ مگر تو با من نغمه میکنی؟ مگر نامی تو ایاز نسبت شنگول نیست؟ نه این خیل نیست. من ایاز گونیالم. من پسری آن شخصی کشتد حمزه گونیال. حمزه چقدر حمزه ها؟ گبزن تو را میکشم. خائن. این چگونه نیرنگ است ها؟ حمزه کیست؟ بگو. حمزه گونیالی کرسی راننده ای ماشینی بارکش. تو او را کشتی. تیلاها را گرفتی. تو او را کشتی. تو مردی. تو مردی. تو با من بازی میکنی حیوان. تو مردی. تو زنده نیستی. مردی. تو مردی حیوان. من همه‌تان را نابود کردم. مردی. شما مردید حیوان ها. مردید حیوان ها. من نمردم. اکرم هم نمرده است. تا جانی تو را نگیریم ما نمیمیریم. ایاز گونه حمزه. دارو بیار. بسیارتر دارو بیار. بسیارتر سوزن دارو میزنیم. اگر پسری حمزه باشد نزد هلدون چه کار میکند؟
هالدون با تو چی کار داره؟ هالدون از پشت من کارت زد. هالدون مرا از پشت کارت زد. اکنون بگو اکای تو کیست؟ در کجاست؟ اون فلاکت در کجاست؟ بگو در کجاست؟ در برات است. حالا با تو است. کدامی از شما؟ فرهاد است. بگو همین است؟ گاب زن ایاز. فرهاد همین است؟ همین است؟ ببین اکد همین است؟ ایاز بگو اکد همین است یا اینکه این طرف بیا؟ همین است؟ کدامشون؟ اینجا بیا. ایست. اکد همین است؟ همین است؟ بگو. اکا دعا دارم. اکای فرهاد به جایت گذر. به من بگو حجت ها را به تحسین کلاغلو اکد فرهاد داد؟ بگو زود حجت ها را اکد فرهاد داد؟ چیزی نگو دادرم. گپ نزن. اگر گپ زنی تو گل و همه همون را میکشند. گپ نزن ایاز. گپ نزن. حجت ها را کی داد؟ اکد فرهاد داد؟ بله اکا هم داد. اکا هم فرهاد داد. از آن حجت ها بسیار دارد. این حیوان میمورد. گپ زن پیش از مردنت بگو گپ زن. اکد باز در دستش حجت دارد؟ بسیار خیلی بسیار حیوان. یک فرهاد را پیدا کرده نمیتوانیم. باز به سرمان فرهاد برآمد. این فرهاد کیست؟ با پرویز رسان. نقشه من که در خانه تحسین جا گرفتنی بودم برباد رفت. تحسین مرا در یکی از دههای اطراف جایگیر کرد. یگان علاج کرده از آن خانه خلاص شو. میدانم. به زودی این مسئله رو حل میکنم. باید چند روز طاقت کنم. باید از من کسی شبهه نکند. وقت بسیار نداری. به من یاد نده که چی کار کنم.
با من غیر پرویز کسی فرمان نمیدهد، فهمیدی؟ اوی برادر 1 ساعت باز گارن کردی، گفتم تو در اینجا این خیل آدم نیست. خدایا دیگر زنگ نزن. اوی خواهر جان، از زمانی که رفتی این تلفن خاموش نبود. شریف است میگوید ولی گپ رو نمیفهمد. این چیزها رو به من ده. با فکرم خسته شده ای، من حالا چای دم میکنم. دخترم اکاد می آید. صبر کن شیر بچه، صبر کن ایاز. چی کار میکنی؟ دور ایستا، یک طرف. این را گیر. به خود بیا ایازی بدبخت. به خود بیا زود، به خود بیا. به خود بیا حیوان. حجت ها را در کجا پنهان میکنه؟ گپ زن، زود بگو. جناب این میمیرد، توب نمیآورد. آمدم دادرم، آمدم. گپ زن نابکار، گپ زن. این خیل نمیشود. سلاح را بمانی. عجلت آمده است. پدرت هم با تیر من مرده بود و حالا تو هم میموری سگ. جانان خوب هستی؟ حس میکنم که چی کاری بدی میشود. از برای خدا زودتر راه، التماس. خوب، خواطر نشو. هارون آتش کشا. و مثل گاو نگاه نکرده به من سلاح دهید. یا بسم الله. Yiğit